بخیر همراهان عزیز و مجموعه خبری از کانال 10 دقیقه خبر خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرهای امروز: بازدید بیش از 16,000 گردشگر از موزیم هرات در یک سال گذشته. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات اعلام کرده است که در یک سال گذشته بیش از 16,000 گردشگر داخلی و خارجی از موزیم این ولایت بازدید کردند. پاکستان هزاران مهاجر افغان را پس از بازداشت اخراج کرد. در نزدیک به یک هفته اخیر 2811 افغان که از سوی حکومت پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند از گذرگاه تورخم به کشور بازگردانده شدند. سازمان ملل اعلام کرده است کاهش کمک‌ها باعث مرگ بیشتر زنان در دوران بارداری و زایمان می شود. روزنامه تایمز نشر کرده زمان حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. مشاور ترامپ میگوید بیش از 50 کشور برای آغاز مذاکرات تجاری با کاخ سفید تماس گرفتند. نتانیاهو در راه واشنگتن گفت دیدار من و ترامپ نماینده رابطه ویژه آمریکا و اسرائیل است. بازدید بیش از 16,000 گردشگر از موزیم هرات در یک سال گذشته. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات اعلام کرده است که در یک سال گذشته بیش از 16,000 گردشگر داخلی و خارجی از موزیم این ولایت بازدید کردند. موزیم هرات که به عنوان دومین موزه بزرگ کشور شناخته می شود، حدود 500 اثر و بازمانده تاریخی را در خود جای داده است. برخی از این آثارها تا 20,000 سال قدامت دارند. عبدالجبار نوروزی مدیر موزیم هرات گفت در یک سال گذشته بیش از 16,000 گردشگر داخلی و خارجی از این موزیم دیدار کرده است و با فرهنگ و غنای آثار تاریخی آن آشنا شدند. برنامه‌های در دست اجراست که به افزایش سالانه تعداد گردشگران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد. روزانه ده‌ها بازدید کننده برای آشنایی با گذشته و تاریخ غنی افغانستان به این موزیم مراجعه می‌کنند. آثار تاریخی این مکان تصویر روشنی از هزاران سال تاریخ را پیش روی بازدید کنندگان قرار می‌دهند. از میان حدود 3,000 اثر موجود در موزیم هرات تنها 500 اثر در معرض نمایش قرار دارد. کمبود فضا و تجهیزات لازم برای نگهداری از این آثار یکی از چالش‌های اساسی این موزیم به شمار می‌رود. عبدالقیوم وزیری کارشناس آثار تاریخی گفت ساختمان فعلی موزیم رطوبت دارد و احتمال آسیب به آثار وجود دارد. نیاز است که یک موزیم استاندارد در ولایت هرات ساخته شود تا این آثار محافظت شوند. موزیم هرات پس از موزیم ملی افغانستان دومین موزیم بزرگ و قدیمی کشور محسوب می شود. بیشتر آثار آن مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی از جمله عصر حجر، سامانیان، غزنویان، تیموریان، سلجوقیان و دوره معاصر است. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تاکید دارد که برخی از این آثارها تا 20,000 سال پیشینه دارد. پاکستان هزاران مهاجر افغان را پس از بازداشت اخراج کرد. در نزدیک به یک هفته اخیر 2811 افغان که از سوی حکومت پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند از گذرگاه تورخم به کشور بازگردانده شدند. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که این مهاجران از ولایت‌های گوناگون کشور بودند که پس از دریافت کمک‌های ابتدایی به مناطق اصلیشان انتقال دادند. باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرت و عودت کنندگان ننگرهار گفت 845 خانواده شامل 4132 نفر همچنین 2811 فردی که به گونه جداگانه اخراج شدند و دوره بازداشت کوتاه مدت را نیز سپری کردند از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگردانده شدند. در همین حال بازگشت کنندگان اجباری میگویند در حالی از پاکستان اخراج شدند که کار و خانواده‌شان هنوز در آن کشور باقی مانده است. این در حالی است که روز یکشنبه هفته حمل نشست اضطراری هماهنگی با نهادهای کمکرسان داخلی و بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجرانی که به گونه اجباری از پاکستان اخراج می شود در ولایت ننگرهار برگزار شد. محور این نشست کمک رسانی لازم به مهاجران اخراج شده بود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است کاهش کمک‌ها باعث مرگ میر بیشتر زنان در دوران بارداری و زایمان می شود. سازمان ملل متحد هشدار داد که کاهش کمک‌ها می‌تواند تهدید جدی برای پیشرفت‌های اخیر در کاهش مرگ و میر مادران باشد. این هشدار پس از قطع شدن ایالات متحده و اعلام کاهش کمک‌ها از سوی بریتانیا صادر شده است.
روزنامه تایمز نشر کرده است زمان حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. روزنامه تایمز در گزارش نوشت که دیپلمات‌ها در خاورمیانه معتقدند دونالد ترامپ به دنبال محدود کردن جمهوری اسلامی از طریق تهدیدات فعال است و همزمان می‌کوشد تا برای حمله احتمالی به ایران مشروعیت سیاسی فراهم کند. نتانیاهو در راه واشنگتن. دیدار من و ترامپ نماینده رابطه ویژه آمریکا و اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بوداپست را به مقصد واشنگتن ترک کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. این چهارمین سفر نتانیاهو به آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل در اکتبر 2023 است. این بود ویدیوی خبری امروز. دیدگاه‌های خود را درباره این تحولات در بخش کامنت‌ها بنویسید و فراموش نکنید تا برای اخبار بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، الله یار و نگهدارتان.